استعيذ بالله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. در همین آیه سوره یونس آیه 58 الله جل جلاله با پیامبرش علیه السلام میفرماید: ای پیامبر، به مردم بگو آن قرآنی که محمد صلی الله علیه و سلم به شما آورده است برایتان لطف و رحمت الله جل جلاله است. پس با لطف و رحمت الله جل جلاله که برای شما قرآن را فرود آورده است خوشحال گردید، زیرا آنچه محمد صلی الله علیه و سلم از نزد الله جل جلاله آورده است از تمام متاع دنیای فانی که آنها جمع می‌آورند بهتر میباشد. مقصد چی است؟ ما وقتی که الله بهترین کتابش با بهترین پیغمبرها که پیامبر ما پیامبر آخر زمان است نازل کرد، این برای ما از تمام متاع دنیا دارایی که با اون داراییشون بایها میلیونرها میلیاردرها مینازن و میبالند، برای ما همین قرآن بهتر است و باید ما به همین خرسندی کنیم. روز قیامت برای قاری قرآن گفته میشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث فرمودند: یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. و دیگر روایت منزلتك. المهم روز قیامت برای صاحب قرآن، برای کسایی که قرآن خواندن، تلاوت کردن با تجوید و با ترتیل، برای کسانی که قرآن خواندن و با اون قرآن به خواندگیشون عمل کردن، قرآن بزرگ داشتن، برای همه هنگامی که جنت داخل میشوند برابر داخل شدن به جنت همین سخنها گفته میشود که قرائت کن قرآن با ترتیل. در همون جنت هم یعنی آهستگی، در شرح حدیث میگه با آهستگی یعنی با ترتیل تلاوتش کن و تلاوت کرده بالا رفتن گیر. همون درجات جنت بالا رفتن گیر، همچنانی که در این دنیا تلاوت میکردی، یعنی در همین دنیا هم با ترتیل با تجوید تلاوت میکردی، قرائت میکردی و همون داخل شدن جنت هم برابر داخل شدن تلاوت کرده بالا رفتن گیر، درجه های جنت بالا رفتن گیر. که در حدیث هست که جنت 100 درجه داره که هر یک درجهش مسافه بین زمین و آسمان است. و گفته میشه که منزل تو، جایگاه تو در نزد آخرین آیه که تو تلاوتش میکنی جا میشی، تو جایگاه تو در همونجا است، تو در همونجا قرار میگیری. البته این تلاوت کردن در جنت که امر میشه، البته این امری تکلیف نیست، که یعنی چنانه که در این دنیا ما از جانب الله تکلیف شدگیم، یعنی الله ما را امر کردگی است که قرآن یک مقدار حفظ کنیم تا که نمازهای ما صحیح شود. البته مقداری کمی که با اون نماز انسان صحیح میشه، اون مقدار حفظ کردن قرآن برای ما واجب است، باید انسان حفظ کنه. اما قاری قرآن که در این دنیا از مال و متاع دنیا یعنی گذشته
کوشش میکنه شب و روز تلاوت میکنه، قرائت میکنه به ترتیل، به تجوید، احکامش به جا میاره و کوشش میکنه با اون خواندگیاش و معناهاش فهمیده باز با اون عمل میکنه، باز دیگران را تعلیم میده که در دیگر حدیث هم پیامبر علیه السلام گفتن خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسی است که قرآن تعلیم میگیره و به دیگران تعلیم میده. در جنت برای این تکلیف نیست، یعنی اینا از روی میگن که بخونه و به همون خواندگیش مقصد بالا رفتن گیره، اون درجات بالای جنت نائل شدن گیره به همین تلاوتی که در جنت میکنه همچنانی که در دنیا تلاوت میکنه. امام سیوطی رحمت الله علیه در همین سخن الله جل جلاله آیتی که اول تلاوت کردیم استعیذ بالله قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، گفتن که مکروه هست یعنی بد دیده شده است تأسف خوردن، افسوس خوردن قاری قرآن، حافظ قرآن و اون کسی که از قرآن علم داره، یعنی چیز میفهمه، میخونه، معناهاش میفهمه، برای اون مکروه هایی که برای نداشتن مال دنیا و تنگ بودن حالش که زندگی تنگ داره، شاید مالی کم داره، مثل دیگران مالی زیاد نداره، خانه کلان نداره، ماشین قیمت نداره، لباس قیمت نداره، برای این شیخ سیوطی رحمت الله علیه، امام سیوطی رحمت الله علیه گفتن که مکروه است که انسان تأسف بخوره. انسانی که قاری است و حافظ قرآن است یا که قرآن قسمت که حفظ میدونه یا که معناهای بعضی آیات های قرآن میخونه و معنیش میفهمه، مکروه است برای اون تأسف خوردن بر تنگی دنیا که نداشته باشه اگر، و برای اون انسان مستحب است، خوب است، دوست داشته شده است به یاد بیاره بر این که اون چیزی که الله به این داده است برای این انسان بهتر است از اون مال و متاعی که برای دیگرها الله عطا کرده است. الله دنیا را برای کسی را که دوستش میداره یا که دوستش نمیداره الله دنیا را عطاش میکنه، خانه های زیادش میتیه، مالش میتیه، وظیفهش میتیه، پول و تنگه و طلا و هر چیزی که در دنیا از متاع و مال دنیای میتیهش، اما علم، فهم در دین، یعنی قرآن برای کسی میتید که اون الله دوستش میداره. البته اونهایی که با اون خواندگیشون عمل میکنن خالص به خاطر رضای الله عمل میکنن، برای اونها میتید، زیرا که الله دوست میداره که آنها که یتلوه آناء اللیل و آناء النهار شب و روز تلاوتش میکنن. گرچنده که از عملهای قلب یکیش که حسود است، حسود خوردن به مال یک نفر دیگر، اما در نسبت شخصی که الله اونا قرآن داده است، علم داده است و اون علمش شب و روز در راه الله میتیه یا قرآنش شب و روز تلاوت میکنه در راه الله، پیامبر علیه السلام گفتن که حسود خوردن درست نیست، در اسلام جایز نیست مگر برای دو شخص، یکیش همین قاری قرآن که شب و روز اونا تلاوت میکنه، که انسان حسود یا غیبت بخوره، یعنی بگه که چرا الله با اون داد و با من نداد که منم مثل همون شب و روز تلاوتش کنم. یعنی الله به این بنده اجازت داده که حسود بخوره در نسبت اون حسودی که بگه یا الله کاش که به مرم مثل همین قرآن عطا میکردی، یعنی صاحب قرآن، حافظ قرآن میشیدم و شب و روز مثل فلانی مرم تلاوت میکردم، قرائت میکردم، یا که مثل فلان عالم مرم علم میگرفتم، علم در راه تو تعلیم میدادم. دیگرش که اونهایی که الله به اون مال داده است و اون مال شب و روز در راه الله به خاطر رضای الله انفاق میکنه، صدقه میکنه در راه الله. و همین خاطر هیچ وقت به هیچ وجه شخصی که الله در قلب اون قرآن داده است،
قرآن عطا کرده است زیق نشوه. هر چیزی که نداره از مال و متاع دنیا هیچ وقت یعنی خودش برای تنگی حالش و تنگی زندگیش، تنگی روزگار از دیگرها، از پولدارها، از مالدارها، از وظیفه‌دارها کم نبینه، برعکس بالا ببینه. به خاطری که یک حرف قرآن از همین همه دنیا، دارای دنیا بالا است. کلام الله جل جلاله اگر ما اینا بخونیم و این خواندگیامون که با تجوید و ترتیل بخونیم و عمل کنیم، روز قیامت از الله امید داریم که همون درجاتی که الله برای قاری‌های قرآن وعده کرده است برای ما و شما و آن کسانی که قرآن تلاوت و قرائت میکنند به ترتیل و تجوید، البته باز به تدبر و تفکر در آیات‌های قرآن، در معنی‌های قرآن تفکر میکنند، تدبر میکنند و با اون خواندگی‌هاشون عمل میکنند، الله این درجه ها را نائل میگرده. و دیگر روایت هم است که شخصی که قرآن تلاوت میکنه، فرزندی که قرآن حفظ میکنه، الله برای پدر و مادرش روز قیامت یک تاج وقار، یک تاج میگذاره که در نزد مردم قیامت یعنی فخر میکنن که الله این تاج کرامت و تاج وقار بر سر اون پدر و مادری که فرزنداشون شب و روز زحمت کشیدن برای حفظ این کتابش و اونها در سرشون میمونه تا که در نزد مردم قیامت شناخته شوند که این اجر و پاداش و مکافاتی این پدر و مادر به خاطر این است که فرزنداشون شب و روز زحمت کشیدن، مالشون صرف کردن، قوتشون صرف کردن، تمام دارایی زندگیشون صرف کردن تا که فرزند خدا حافظ قرآن گرداندن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.